بچه ها امروز اومدیم با یه دونه سایکو مخندی جدید که لطفا لایک و سابسکرایب بکنید. من دیروز یه کوچولو حمایت زیادی کردید، 2 تا سابسکرایب، یعنی دم شما گرم. اگه الان دارید اون 2 نفری که سابسکرایب کردن، لطفا اگه دارید این ویدیو میبینید دمتون گرم. الان دارم با اون 2 تا صحبت میکنم و اون 3 تا که کامنت گذاشتن ادامه بده. یکی هم گذاشت اول ویدیو رو تو بجاره. من همجا حالم خوبه. من کلا از کل ویدیو میخوام اول ویدیو داد بزنم. این چی میگم؟ کلا اول ویدیو باید داد بزنی. بگی سلام آقا اشغال با دور تند پنچه عشق کنید. من پدوفیلم بابا، نمیبینم یا دنبالم میانه تو رو خدا بس میبره. این همه همین تو چون این زمینایی که میبینید همش واسه با بزرگ من بود، ولی اون موقع با بزرگ من این زمینا رو با یه دب به مستاق نمیزد، من الان با پورشه اینجا بودم. خواستم یه سوال از با بزرگم بپرسم. کس مالیا خوش اومدین. سند شاور بگذاریم یکی رو برای بخور پاچه گنده پا گنده وقتیش تبعید شد در اثر خوردن پیچک سمه اسهال گرفت و خارج. دوست من نیست. من فکر می‌کردم شما رفیق وقتی دیدم منظوری تو برف هم دیگر بخم کرد. نه یه چیزایی راجع به دهشته گفتی. اونجا بچه هم هست. بچه معلومه از نوع زیرنگ تنبل بچه یک خودتو بده به دست تکسر. باید الان بری بود. I put the new 4G's on the G. I tap into the bloody bottoms is on the knee. Cause all my niggas got it. تراکم مو یعنی این. آقا شما درد داری؟ آره کسه نرد. داداش نگواره به جاذبه خود داری پای تو خودت بذار رو دیوار برو بالا دیگه. این کیر بازی Excuse me, what the actual fuck are you doing with my hat? Vai comparema. Vai vai. Vai, questo è gol, eh? Questo è gol. Gol! Sì! 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 Ah! People is portrait of Kim Jong-un. And if I did him Hey, can you motorboat them for me? Is that your girlfriend? That's my sister. آقای رانگو این پنکه رو ببینی آقای رانگو این پنکه پیره مرد مهربون چه سیاد داره. من میگم گلپری، بهت نمیگم سرسری، گلی بزرگ
زدی دل میبرم از هر کسی من میدونیم اون هیچ کسی نمیرسه به من از ولی دخترم اون اسپری اسم منه گلپری اینو موچه کردم تو از موچه دیدی بازم که گولت زدن با یه چند زبونی Green or توی رقص شاه فقط زیر بارون Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Happy birthday. سلامتی اقام حسن جان سلامتی برگردم و امروز دوبارم کارگاه. اون دستش خورد به یکی از وسایل و انداختش زمین رو شکست. بعدم گفت بندازش بره. اما برای مسخره بازی اونو 50,000 تومان توی دیوار آگهی کردم. شانس یه نفر خواست بخرش. بعد از کلی چونه دادم 25 تومان دادمش رفت. فردا عروسی مامانمه داره با دوست پسرم ازدواج میکنه منم گفتم یه کاری کنم که چش همه در بیاد مرسی از موجکار عزیزم شما خوشگل دنبال آدم خوشگل میگردی؟ آره من چیکار کنی؟ میخوام باهاش بگو. مرسی. دست در نکنه. بعد شما عزیزم ممنون از قیافت. خودتم خوشگل. حتما لایک سابسکرایب این چطور فراموش نشه و لطفا سابسکرایب بکنید لطفا بکن خواهش میکنم و یه لایک چیزی بکن یه کامنت بنویس من ببینیم ویدیو بعدی چیکار کنیم به خدا جدی میگم اگه دل میبینی حتی بعد یکیتون حتی شاید گوش بدم یعنی واقعا شاید یه ویدیو بگید برم اونو انجام بدم یعنی اون کاری که میگید انجام بدم واقعا شاید اگه سخت نباشه پر هزینه نباشه تو ویدیو بعد